مزه لجن میده ولی من دوست دارم. آشغال کثافتم وزنش 48 کیلوه. سگ نمی‌خورش منظورش این بود. بچه‌ها حالا جلو من بالا نه ماهی و به خدا نگاه خورد. سلام علیکم بچه‌ها. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با پریسا و خانم دیانا که امروز تازه از خواب بیدار شده و با باز کردن دهنش تمام بصل و نخاع شما مشاهده فرمایید. کار و حرفه این جاندار دوپا آبروریزی و امروز منم که نیستم تو ویدیو. چرا؟ نه چون آخه داشتی توضیح میدادی انگار ویدیو خودت بود. من پامیشم میرم. الان گریه میکنی. میتونی ادامه بدی. چشم واقعا یه چیزیه سگ توشه. نه چقدر خوشحالم که ما امروز به خانم دیانا میکروفون ندادیم. خانم دیانا تحریمه. موضوع ویدیو چیه؟ امروز قراره با دختره دراما کوین با غذا یه کارایی غذا میخوام بخورم. غذا خوری. من واسه ویدیو یه هفته از غذا زنگ بزن. قراره بیاریم بالا. زنگ بزنیم به چند تا رستوران همینجوری رندوم که رستورانای چینی هست، ایتالیایی هست، آسیایی هست. چجوری میتونم کلا صداشو قطع کنم؟ امروز قرار غذا بخوریم. زنگ بزنیم چند تا رستوران به صورت رندوم بگیم آقا آخرین سفارشی که دادی چیه؟ خب بعد میگیم آخرین سفارشی که داشته اید برای ما بفرستید بدون اینکه ما بدونیم اسمش چیه ترکیباتش چیه یا حتی قیمتش. ما الان قراره سفارش بریم. امیدوارم فقط آخرین کسی که غذا میخوام غذا امیدوارم آخر کسی که سفارش داده ماهی نداده باشه چون من حساسیت دارم به ماهی. شما می‌خواید چی نباشه؟ همه چی هستم فقط امیدوارم غذای خام نیمه خام پخته. من فقط غذاهای شیرین که مثلا توش میوه و اینا بشه خوشم نمیاد. تو شما وگرنه همه چی میخورم حتی کله پاچه. من همه چی میخورم به جز مهدی. خیلی کوتاه لطفاً بگو که دوست داری چی نباشه. هر چیزی که میخوره منم. البته آره بعضی موقع ذائقه‌م میکشه به مهدیسا. من میشم میرم اینا دارم با هم صحبت می‌کنیم. من برشون عشقم میگم دوست داری چی نباشه تو غذا؟ من ماهی خام. دقیقاً چیزی که مهدیسا. نه حالا جز اون. ماهی نیمه خام. تو کلا با ماهی مشکل داری؟ ماهی نیمه خام نه دوست. تو کلا هر چیزی که خام باشه رو نمیخوای. آره. من فقط یه چیزی رو خام دوست دارم. چی؟ منظورت چیه؟ جیگر پریسا و جیگر یکی دیگه. میریم برمیگردیم. میشه من زنگ بزنم؟ لطفا. واقعا خیلی سختمه ولی آره خواهش می‌کنم زودتر جا. بچه من واقعا خجالت میکشم. من حالا اگه صحبت کنم الو سلام شیک سیخ داریم. وای از بچگی گفتم دیانا خیلی بامزه است. بچه سلام خوبی؟ من یه نوشابه میخواستم. اینو واقعا دیانا میدونستی میخواست بگه سلام من نوشابه هستم یه مثلا دیانا میخواستم چیزی که تو ذهنش بود این بود. درسته؟ سلام من پریسا میخوام داری دیانا؟ آقا نداری خدا. شما نمیدونیم رستوران چیه که الان داریم بهش زنگ میزنیم ولی فقط میخوام بدونم بیرون بودی بوزادت شد. چی؟ انی آقا محمد بچه جواب نمیده. این مشخص بود رستوران خوبی بود. نه معلومه که مشخص نیست که رستوران خوبیه. معلومه که مشخص رسیدگی نمی‌کنم به مشتری‌ها. سلام وقتتون بخیر باشه. سلام درود بر شما. خدایتون به دوباری. جانم می‌خواستم ببینم که آخرین تک سفارشی که داشتین رو میتونین واسه من بفرستین فقط نگید اصلا بهم چیه. جان چی شده؟ من میخواستم بگم که آخرین تک سفارشی که داشتین رو من میخواستم سفارش بدم و بهم اصلا نگین که چیه. جانم؟ عجیبه.
6.5 hours later. مرسی متشکرم. قربان شما. خدا نگهدار. بچه‌ها یارو رو دیدی چه شی بخدی دیگه بهش پول داده بود. فقط امیدوارم که داخلش ماهی نداشته باشه. آخ جو همشو قراره من بخورم. آخ جو نمیشد بگیم ایشالا یه سوشی خام ترینشو میشد بهش بگیم سفارش آخرین کسی که کریسپی شریمپ رول سفارش داده بفرسته که منم میگو سوخاری بخورم. خب شماره بعدی 909 230 پسنگوله یه قصه بشنو. بله سلام خسته نباشید روزتون بخیر. مرسی. جناب من میخواستم آخرین سفارشی که 021 22 شماره شرره خب 22 شرق غرب شرره 55 بیا لوکیشن بده. شرره میخواد بیاد. ببین فکر کنم اینجوری بود دستات. شماره شرره احساس اینطوری بود در گوگل مپ. حالا دقیقاً همینجاش هم میخوای بذاری. دقیقاً هم اینجاشو بزن. کردی بردی؟ سلام وقتتون بخیر. ما داریم یه ویدیو یوتیوب ضبط میکنیم. خواستم بدونن که به هم اسم غذا رو بگید. آخرین کسی که مثلا یه تگ سفارش داده یه دونه غذا سفارش داده رو بدونن که اسمش رو به ما بگید برامون ارسال کنید. امکانش هست؟ اوکی. بیا ناراحت نباش. بیا ادیتور یک بار دیگه این موهاشو کاملا انداخت بیرون. روسری سرش کن. اوکی روسری خیلی زشت نه اینکه حذفش کنی ها. میتونی دماغش هم گنده تر کنی با ادیت. میگه میتونم. بچه کاش یکی خودش هم زد فارم باشه پشت تلفن باشه زد بخیر. اولیه چه شکلی با هم میخواد؟ یه لحظه گوشی من خواهرم نیما دیانه بعد رو جان داداش کرایش 500 تومنه 200 تا بار بده من 500 هم من میدم. اول اینکه ارسال داری؟ الان خیلی شلوغم برقم نبوده واقعا ارسال ندارم. خیلی ناراحتم کردی آقا. اولش که به من گفتی داداش من کجام داداشه؟ نه یه گوشی دیگه دستمو که گفت داداشم ببخشید. خواهش میکنم بار آخر. شلوغیم برقم نبوده. واسه جبران آقا لطفاً تو رو خدا این مشکل برق رو درست کنید. ما هممون من بعد قربونت شما من برادر نیستم خواهرم. سلام خسته نباشید. من یه ذره زندگیم روزمره شده میخوام یه غذای متفاوت سفارش بدم. خب بعد میخوام آخرین غذایی که شما ثبت سفارش کردید و واسه من بفرستید. اوکیه؟ درست سلام خوبی عزیزم؟ من میخوام آخرین سفارشی که شما ثبت کردین و واسه من ثبت سفارش کنید. منظورش آخرین کسی که از شما خرید داشته هر غذای سفارش داده یه تک آیتمش رو شانسی بدونه که به ما بگید اسمش چیه برای ما ثبت سفارش کنید ما هزینه‌اش رو اوکی کنیم. سلام چطوری؟ ممنونم. چطوری خوبی؟ مرسی شما خوبی؟ سلامت باشین. من سفارش میخواستم بدم. آخرین سفارشی که داشتین خب یه دونه از آیتماشو میشه به سلیقه خودتون واسم بفرستین بدون اینکه بهمون بگید چی هست. بدون اینکه بهم بگین چیه. یه دونه‌شو براتون بذارم درسته؟ آره لطف میکنید ولی یه چیز عجیب غریب باشه که ببینمش سورپرایز. دیدی اصلا؟ ای وای ما سعادت آقا نودله رو بدید ارسال نداریم همه چی داریم حالتون رو پرسیدم. آقای جزبه معدودی ما نیست شرک غرب به شما خیلی نزدیک تره. نمیتونین یه کاری بکنین که اوکی شه؟ والا میگم محدوده ما نیست نمیتونیم. باشه پس خسته باشین. سلامت باشین. این همه آدرس این همه باش هم زدم این همه باش
تانگو هم. از کجا میدونی؟ این همونه که اول سفارش دادن دیگه. آسیایی. مغز تو خودت واقعا مهربون بود. نه تو مغزم. من مغزش خوردم. من تصمیم گرفتم دیگه حرف نزنم. بین عاشقای خود. سس. یک عدد سس. اینو باید سر بکشیم فکر کنم. چنگال. درش بیار. وای بچه. چیه؟ فکر میکنید چیه؟ میگو. نه میگو چیه؟ خب شاید میگو داشته باشه. فکر کنم راجع به این قضیه چون داغ بود سوشی نمیتونه باشه پس چیه؟ سوشی داغ هم داری. برگر که رستوران آسیایی. دارم میگم رستوران آسیایی. نودله. آخ جون دلم نودل نمیخواست. چقدر چرت و پرت توشه. بچه‌ها جوونه ماش همه چی توشه. گوشت، مرغ. چیه؟ مرغ. گوشته. بعد نودلم کفشه که رنگ گلابی. بیار. فلفل دلمه، پیاز، کلم. احساس میکنم سیر ترشیه. قشنگ سیر ترشی. تو چرا من اینو نمیخورم. نریزی روش اینا. شب میخوایم بریم بیرون. نصف این ورش بریم. نه خودش هم آب داره نودلش. خودشو بو کنه. نداره سیر نداره. ای فقط بود جوانه گندم نمیفهمم. من عاشق جوانم. خری جوانه گندم. بچه اینو میندازیمش دور. آقا اینا همش بخارپزه فکر کنم. رژیمیه. بخارپزه. من چون چنگال ندارم با دستو. الان چنگال میبرم. من نودلشو میخوام امتحان کنم. امیدوارم ماهی نداشته باشه چون بچه اگه ماهی داشته باشه من میمیرم. نه ماهی نداره. رژیمیه خیلی. ولی اینا رو بخوری تا 100 سال زنده میمونی. خواستم همینو بگم. اون کسی که واقعا اینو سفارش دادی قبل از ما واقعا خوش به حالت که از این طعم خوشت میاد و احساس میکنم 100 سال عمر میکنیم. بدن سالم. زندگی سالم می‌داریم. بچه من بدترین جاشو برداشتم. ای وای. خیلی سوبره. هیجان نداره. چطور بود؟ این همه هیجان. غذایی نیست که سفارشش بدم. یعنی مثلا با بروکلی میخوری؟ با نودل؟ خیلی سالمه دیگه. حتی شاید بعد با سسش بخوری. نه سسش رو نمیخورم. با نودل باید تو سوسیس بخوری، پنیر گودا بخوری که قشنگ 10 سال عمرت کم شه هر بار که میخوری. این مزه هیچی میده واقعا. خب بس دیگه من دیگه ادامه نمیدم. یکم گوشنم. بچه واقعا احساس می‌کنم داریم غذای یه نفر دیگه رو یواشکی می‌کنیم. شما این آره بچه من دوست دارم برم. یکی کش رفتی. بچه من دوست دارم برم یه جا. خب مثلا یهو غذای یارو رو داره میبره بذاره رو میزشو بردارم بخورم. فقط لطفا غذای من و دیانا نباشه چون میدونی من دیانا کم خشنیم رو غذا. واقعا حساسیم. اصلا من با شما دوتا کاری نمی‌کنم. مخصوص اگه پیشم باشین. تنهایی چرا میکنم؟ انگار گوشت زنده بود. خب چه طعمی داشت؟ همه یه چیز خیلی عجیب غریب توش بود اونو دادم بهت خوردی. سالمی؟ چه طعمی داشت؟ هیچی طعم گیاه میده. نه واقعا انگار بریم غذای بعدی. اوکی غذای بعدی. غذای بعدی. چی میتونه باشه جز پیتزا؟ من فکر میکنم برگر باشه. به نظر من مرغ سوخاریه. این همونی که گفت اینا کی سفارش داده؟ آها این مال کیه؟ اولیه که تو زنگ زدی. نه اولیه که نه. هر کی بچه سفارش دفعه داده پیش چی گفت؟ واقعا سلیقه خوبی داره. ویدیو قبلی برگشت گفت کاش غذای بعدی پیتزا پپرونی باشه و واقعا پیتزا پپرونی. این پیتزا ناپولیتینه. ناپولیتینی یعنی چی؟ آها بچه‌ها واسه نظرمون رو راجع به غذای قبلی بگیم. غذای قبلی افتضاح. از 1 تا 10 من بهش 3 میدم. خیلی سالم. 2 میدم. چون هزار نه. آخه خیلی هم سالم نبود چون نودل ایرانی ازش استفاده کرده بود. اگه نودلاشو خودش دستساز درست کرده بود. نودلاش ایرانی بود، حتی خارجی هم. لولولولوسا. یونوسا سالمته کویا لاکمیو لاکمیو ناتاگا پریتا منه ترمین سندرا داوتاکاسا. سس می‌خورید؟ سس چه خبر؟ من بدون سس میخورم. اینو چجوری باز کنیم؟ با دندو. بچه‌ها مهدیس قبل از اینکه دندوناش نه حتی بعد از اینکه دندوناش کامپوزیت کرد بازه یاد گرفتم. با دندون بطری باز میکنه از این بطریای آهنی. مهدیس کلا آدمه تالنتی زیبا خوشحال نمی‌کنه. خوش قد بهترین دوست من برعکس بعضیا معلومه واقعا رو در بسید. بیا چی بزن اینجوری چیه
بده 6. نونش تنده. نونش هم خیلی نونش خوب نیست. لهه. نونش ماسیده. نه؟ نونش ایراد میگیرید خوب. دیگه این غلطه نکن. چرا تیغه انگار؟ خیلی تازه نیست احساس میکنم. آفرین انگار مثلا مونده بوده اشتباه زده بودن دادنش به ما. آره آفرین. دیگه بچه‌ها اینجوری واقعا سپاهی دیگه اینطوری سفارش ندید رندوم چون غذای موندهشون که اشتباه زدن رو میدن ما بخوریم. بمیرم برای گلوت نفر قبلی. مطمئنم نفر قبلی که اینو سفارش داده الان بیمارستان داره لوزه‌اش عمل میکنه. بعدی هم مهم 1 تا 10 5. قیمتش 400 تومن بود. قرمزه رو میدی؟ خب همینه دیگه پیتزا به این بزرگی 2 نفر 400 تومن مزه همینو باید. آخه دیگه 400 گرون بود یه زمانی چرا الان شده ارزون؟ الان 1 تا 10 سری بگین دیگه نوده. از 1 تا 10 من 2 میدم. من 5. من 5. اوکی بعدی. اوکی بچه‌ها بعدی رسید و احساس میکنم 10 میلیونی خرج کرد. آره مثل اینکه شده 4 میلیون فاکتور شده. نه این 385 تومن. آره سه آروم با شده. خب فقط کنجکاوم که شاید هم 3 تا رستوران بذار ببینم چی فرستاده. آره بذار من فورت مارتینی. فورت مارتینی یه عدد اینه. بشقاب مزه دامپلینگ. این مخصوص محشی بود توش. بچه‌ها ماهی خام. وای نه اینا چی میگن؟ میگن نیگری؟ بچه من الان نمیتونم اینو بخورم. بدم. بعد پیتزا پپرونی. بعد پیتزا پپرونی نمیتونم واقعا اینو بخورم. یه چاپستیک بده یه دونه. اون واسه منه. اوه دیگه چی داریم وایسا. تو همه رو باز. همه رو درشون باز. دامپلینگه. این خوشمزه است. این خیلی دامپلینگ گوشته. بعد بزنم تو این فکر کنم. این چیه؟ سس تنده چیلی نه این واسه اینه که انقدر زیاده به نظر. احتمالاً این مال اینه. بعد 2 تا دیگه هم فرستادن. اینا چی ان؟ بچه‌ها اینا اونا نیگری هم داره. بچه‌ها تو رو خدا من اینو میخوام بخورم. باشه یه لحظه. بچه‌ها این توش میوه است؟ آره میوه. نه خاویار و میوه. نه خاویار که نیست. تخم ماهیه. عشقم خاویار بود انقدر فیشمو ارزون نه نمی‌شد. شیک نسبتاً. اسمش چقدر ما پول داریم که 4-5 تومن دارم میکنم خاویار که الان 20 تومن پول این. تخم شربتی. اینو بخورم یه گاز میزنم. چیرز دامپلینگ پاندای کومپوکا. بچه من میخوام اینو سس سویا لطفا. این گوشتش نپخته است. آره بخورم؟ ولی اسم نپخته بود. گوشت صورتیه. نفر قبلی تو چقدر لاکچری و بی سلیقه ای. سس سویا میریزیم. نوبت اینه که ببینیم خانم مهدیس. میخوام خامخواری کنم. بذار نشونش این در اینو میبندی بوی این داره اذیتم. بو نمیده بو میوه است دیگه. ماهی خامه که یه چوسه برنج هم زیرشه. وای خب من بخورم شما نمیفهمید چه مزه است که شما ما میفهمیم. من که حساسیت دارم به ماهی. دیانم واقعا یه قدم تا بالا آوردم فاصله بسم الله. بزن تو سس سویا بزن تو سس سویا. این نیگریه بچه‌ها. من واقعا بالا میارم. خود ژاپنیا خیلی دوست دارم و من باورم نمیشه یه نفر تو ایران قبل از ما بعد موهای تنم سیخ شد. بچه اینا هم چیزه. بخور. سس سویا میزنم. چرا فرار میکنی؟ زنده که نیست. معرفت. انگار زنده است. زیاد نخور. یه گاز کوچیک اولش بده. خوشمزه است. به خدا واقعا خوشه. خب به خدا نگو خورد. تو رو بعد بذارم توی اون دست انسان‌های همه چیز خواه. ببین ترسید رفت سر چش خواهیش. من بچه واقعا خوشمزه بود. واقعا مزه چی میده؟ یه چیز بگم من تو استانبول یه دونه اینا خوردم ولی ماهی گوشت قرمز و واقعا افتضاح بود. مزه لب دریا میداد. ماهی که مرده افتاده لب دریا اونا برداشتن اینطوریش کردن. واقعا مگه اینجوری درست میکنن ماهیو؟ نه ولی ماهی گوشت قرمز خیلی بدمزه است. این گوشت نارنجیه؟ نه این سفید داره میافته. این سفید نارنجیه به والا. این به عنوان
مهمان دسر بهمون هدیه داده. آره اینو دسر گفته خودش هدیه میده. گفته بخورید. یه ذره بردار. به جون ناموسم. بوی بدی نمیده. بو کن، بو ماسته. اگه میخوای میگی بوش بیارم بگو که اوکی. عشقم بوش کن. بوش کن. یه لحظه بوش کن، بو ماسته. اوکیه. اون میوه میده. دسر خب الان من بخورم. چقدر مزه است. چقدر شیرینه. احساس کنم همشون دارن دروغ. بچه من دوستم ادامه اینو بخورم. نه خوشمزه بود. واقعا. بچه من به اینو بخوریم بعد تصمیم بگیریم. میدونی چیه؟ تو ماست طعم داره. خوشمزه است، بدمزه نیست. من اصلا خوشم نمیاد این غذا. بذاریم کنار، اینم تست کنیم با. واقعا نفر قبلی این غذا رو سفارش داده. وایسا بچه‌ها به عنوان ناهار اینو سفارش داده 2 تیکه. به نظرم یه مهمونی چیزی بوده قبل از ما که اینو گرفته، چون این سینی مزه است بچه‌ها بیشتر. آره سینی مزه است واقعا. چقدر ولی سوخاری خوبیه. نگاه کنین. سسش بزن. بذار اول بدون سس بخوریم. بچه توش چیه؟ توش موزه. بچه این توش مرغه به نظرم. خیلی هم خوشمزه است. خیلی نه؟ نخوردم من. خیلی خوشمزه. من عاشق اینا. ناکنید بچه توش انگاری مرغ له شده است. مرغ له شده است. نوش جونت اینو سفارش دادی. واقعا خوشمزه بود. خیلی خوشمزه است. به این چند میدین بچه؟ 9 8 9 10. من 10 میدم. چرا؟ دست انگار. نه خیلی تازه است. تو سسش بزن، سسش هم تازه است. من احساس کنم انقدر رو هم غذا خوردم یه جوری شده. بعض دهنم. به این واقعا 9 میدم. این از همه خوش میده. جدا از هر چیز بچه یه چیز بگم، من به اون ماهیه که 10 میدم. این یه ذره مزه زخم میده. آره دیدی گفتم. چرا من احساسش نمیکنم؟ این مزه زخم میده. آخه تو این نزدی، تو این بزن. تو اون زدم من مزه سس تند و شیرین اتفاقا خیلی خوشمزه. نه مونده نیستش، مزه زخم میده. قشنگ به نظرم چیزش نکنه. ماهیه از این خوشمزه تر بود. نه من واقعا به این 10 میدم. من میدم. 8 میدم. من به این 5 میدم. منم 5 میدم. بچه خیلی خوشمزه بود. اولش خیلی هیجان داشتین. ماهی خامه رو من 10 میدم. من اگه ماهی حساسیت نداشتم مطمئنم خوشم میومد. چرا؟ چون ما تو ژاپن که بودیم، غذای بچه‌یه. میتونم سیر تو ژاپن که بودیم یه پیرمرد ژاپن جلومون درست می‌کرد. یا بیشتر میگو خام برام گذاشت و خیلی خوشمزه بود. و اگه از ماهی خوشم میومد یا حساسیت نداشتم احساس می‌کنم بهم میچسبید. تا به بعد غذای بعدی رسید. کله پاچه؟ نه. آبگوشت. کله پاچه است. آبگوشت معجون. آخ جون. یعنی کله پاچه معجونه؟ من فقط گوشت ماهی و گوسفند و میگو. تو ببین کاش از خدا چیز دیگه می‌خواست. میخوام برم بیرون. نه واقعا بوش بخوره میارم. خب بذار ببینیم چیه اصلا. معجون من تو زندگیم نخوردم. بچه یه چیز بگم. امروز که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم 5 شنبه است و ما شب جای دعوتیم بعد از خوردن اینا. من جدی نباشم اشکال داره. نه ولی بذار فقط ببینش که اگه بالا آوردی حداقل من ویومو بگیرم. اگه میخوای روت بالا بیارم اوکی. من اوکی ام. میدونی چقدر ویو میگیرم؟ بچه تا حالا کله پاچه رو با چپستیک خوردی؟ بچه اگه روم بالا بیاره این ویدیو باید 2 میلیون ویو بخوره توی. همین الان دارم بالا میارم. بچه حالا جلو من بالا نه ماهی و کله پاچه. اونی که باید بالا بیاره منم. چقدر چرکه دیانا. با چپستیک که نخورین. با کله پاچه هست و چپستیک. ما خیلی لایکیم. ما کله با چپستیک داره کله پاچه میخوره. کله پاچه قرمت. توش فکر کنم مغز، زبون، چشم خب من لیمو بریزم روش اوکی؟ بریز. هستش هم افتاد. باید بریزیم روی لقمه‌مون. حالا میریزیم اون. چه آشی داره میشه تو دلم. فقط یه حفظان لازمه. معجون اصلی تو شکم منه. اوکی بیا برده. بسم الله. با چپستیک کله پاچه رو نخورد. آخه خیلی راحت تره. باورم نمیشه. این چی بود؟ این چی بود؟ این سینا. این ویدیو رو اصلا نبین. حاوی صحنه‌های دلخواه. چی بخورم؟ چی نیست همش میکسه. بچه همه کله پاچه رو ریختن توی ظرف میکسر. بزن قدش بیا. واسه لیمو
لیمو ریختم. من چرا بوش احساس نمی‌کنم؟ بزنم. چیرز. ما قراره بخوریمش. من که چی کنم؟ باید نجست. میدونی دیگه برات مهم نیست چی تو دهنته چون همه چی میکس شده است. دقیقاً طعمی رو باید بده که میده. میدونی؟ مزه کله پاچه میده. مزه کله پاچه میده. نمیدونی حالا داری کجاشو میخوری. آفرین. من بابام هر موقع می‌خواستم کله پاچه بخورم بهم میگفتش که چشاتو باید ببندی بخوری. و واقعا درست میگفت. خیلی هم چربه و این واقعا خوشمزه بود. و واقعا بین تا الان هر غذایی که اومد دلم خواهی اینو تا آخر بخورم. نه من اون سوشی رو. واقعا خب یکی دیگه هست هیچ کی هم نمیخورتش. سگ نمیخوره. منظورش این بود. هزینه‌های بیمارستانم با تو امشب قرار بود برام خوش بگذرونم بی معرفت. الان بس سرم بزنم فقط بیاد بیرون. دوست داشتم. امتیاز میدی؟ من مجبور رو دوست داشتم. من عاشق کله پاچه بهش واقعا 8 تا میدم. چرا 8 میدم؟ چون من بیشتر دوست دارم مثلا اون زبون و اینا رو ببینم بذارم. چون واقعا زبون رو خیلی دوست دارم. من دوست دارم ببینم تا اینکه میکس باشه. پس منم 7 بچه‌ها پس ما چای نباتو بزنیم بر بدن چون من خیلی چیزای عجیب غریب تری خوردم. یه ماهی خام بیشتر خورده که واقعا صادقانه باش حق میدم بچه‌ها. چرا واقعا چیز عجیب غریب بود. بچه‌ها این چایه بله. غذای جدید داریم. غذای جدید داریم. حاجی باورت نمیشه. بچه‌ها کدوم خری تو ایران صدف سفارش داده؟ اونم به عنوان نهار روی پیشش صدف واقعی یا مثلا اسم رستوران صدف بود شاید. شاید اسم دختر صدف بود. کبابی صدفه. کبابیه واقعا بچه اینجا رو نگاه کن. صدف مگه میشه با نون؟ بچه زده صدف اما آخه با نون کبابی مگه میشه صدف خورد؟ نه هرچی صدف خوردیم خام و خالی بود. این احتمالاً گفته کبابی. از کبابی صدف سفارش دادین؟ چون این صدف کبابیه. احساس میکنم یه تیکه چشم گوسفندو گذاشتن تو این صدفا. نه فکر نکن بچه اگه مهدی این صدفه رو بخوره چه بهم میدی؟ خانوم مهدی پای ثابت خورده خوراکای عجیب غریب میخواد صدف دل و رودم تست کنه. اگه خوشمزه بود منم یه گاز میزم. نه خوشمزه است چون سس داره روش. اصلا مزه صدف رو نمیفهمی. خوردم من با برنجش و استانبول خوردم خیلی خوشمزه بود. اون دلمه صدفه واقعا خوشمزه است. من همیشه تو هواپیما میگیرم. بعد دست فروشاشو اصلا دوست نداشتم. اونی که یه دونه مثلا من دست فروشی فقط. نه یه دونه دکه بود خیلی خوشمزه بود. دکه صدف فقط. آره فقط صدف. من لیمو ریختم. لیمو دیگه نداره. به این صورت خدای صدف سفارش شده واسه نهار. خودم من که نهار صدف من احساس میکنم این یارویی که اینا زده کرم داشته. به نظرت کدوم یکیشون بوده که ما زنگ زدیم؟ بخورم؟ بخور. وای صدای جویدنش داره میاد. میشنوی؟ هرچی میخورم جویده نمیشه. واقعا؟ یعنی نرم نیست؟ نرمه؟ کالاماری خوردی؟ آره لزجه. 3 ساعت باید بجوش تا هضم بشه. خب چطور؟ این انقدر سس روشه مزه خودشو نمیفهمه. چه مزه بود؟ این از کبابی سفارشه. سس چیه روش؟ خردل؟ آره. ای خب خردل زیاد که حالا آدم بد میکنه. آره نخور سسش. باید بکشی تهش کامل. عشقم اصل کاری رو نخوردی. همینه دیگه. بخور. دوست نداری؟ مزه لجن میده من دوست دارم. حاجی خیلی بد بود. دقیقاً خیلی بد بود. ببین به خدا اونی که توی ما خوردیم این نیست. بچه پس من اونی که ما تو استانبول خوردیم خیلی خوشمزه بود با برنج. بچه مرسی که ویدیو ما رو تماشا کردیم. ما باید بریم بیمارستان. اولی مصدوممون دیانا بود. دومی من بودم بعد کله پاچه و ماهیه. نه ولی تو با سر پا شدی. من الان بعد این دیگه ناکاوت شدم اینجوری که چی شدی؟ ویستد چیه توی جی تی ای یوهوی میاد دینگ بعد صحنه ازش میفته. برنده این بازی خانم مهدی
مهدیس از تموم غذا خورد و آشغال کثافتم وزنش 48 کیلوه. دروغ میگه بچه، من با این قد نمیتونم 48 کیلو بشم. 60 کیلو هم، ولی خیلی لاغرم. شدید به مدت مدید تا دیداری دیگر. دیدارتون. شما کدومی که این غذا رو خوردید و بعدتون اومده قبلا؟ کامنت کنید. سوال مهدیسی جوابشو بدیم بچه، گناه داره. سابسکرایب هم کنید یادتون نره و بگید که با مهدیس بیشتر ویدیو بگیرم یا دیانا. مهدیس بگو علجش هیچ کدوم همه میگن دیانا. فقط تو عاشقیام، فقط شاهی.